چیه؟ جواب بدم. الو. بله. خوب هستید؟ سلام خوب هستید؟ بله خودم هستم. بله. آقا من قیمت گربه می‌خواستم. قیمت گربه؟ بله گربه. پرشین. بله آره. پرشین. اسکاتیش فولد. بله. ولی الان قیمت ها دستم نیست، ولی حالا میتونم یه ویدیو برای درست کنم اصلا ببین. اوکی؟ ویدیو باشه. حتما. کجا آره بذاری؟ یوتیوب. آره. بله. یوتیوب. کاری خدافظ. خب سلام بچه‌ها، چه خبر؟ امروز اومدیم با یه موضوع جالب درباره قیمت گربه ها که میخوام اینجا من به شما بگم که چه گربه‌ای، چه نژادی، چه قیمتی داره. خب اگه خواستید پارت بعدیشم بذارم حتما از من توی کامنت بگید که پارت بعدیشم بذارم. خب گربه اولین قیمت گربه اسکاتیش فولده که قیمتش از 3.5 میلیون تومان شروع میشه تا 15 میلیون ادامه داره. قیمت گربه های پرشین از 2 میلیون تومان شروع میشه و تا حدود 8 میلیون تومان ادامه داره. قیمت روی دوم گربه پرشین از 4 تا 20 میلیون تومان قیمتش. خب این نژاد نوع دوم پرشین بود که عکسش اینجا براتون میذارم. خب رسیدیم به قیمت گربه بیرون، اگه اشتباه نکنم حدود 6 میلیون تومان قیمتش. رسیدیم به گربه رگدال که از 3 میلیون تا 7 میلیون قیمتش. خب گربه زیبای بنگال که همین الان عکسشو گذاشتم اینجا از 10 میلیون تا 25 میلیون قیمتش. و در آخر قیمت گربه DSH که این نوع گربه قیمت نداره و شما میتونید این نژاد رو توی کانال ها پیدا کنید و به سرپرستی خود بگیرید، یا اونطورید همون گربه های خیابان رو به سرپرستی بگیرید. خودم از همین گربه ها رو داشتم. اینجا عکسشه. خیلی شیطون و پر انرژی هستن. از نظر من گربه های پرشین و اسکاتیش فولد یکی از بهترین گربه های سالن. خب لایک کنید، سابسکرایب یادت نره و بیا تو چنلم با دنیای گربه ها مواجه شو. مرسی.